Let's go. سلام بچه ها، امروز اومدیم با یه ویدیو جدید در این ویدیو میخوام دورات برتر سیزن بزنم سیستم برتر. اول بریم سراغ دیتام سرفان سیزن دیوای هستش. دیوای این سیزن 95% 90% مونتاژ خیلی مخصوصا با این اکسسوریز که خودم دیدم براتون الان بهتون نشون میدم خیلی بانه قویه، حتما بریم استفاده کنیم. این سیزن 2 تا SMG خیلی باف شدن، یکیش امیکسلاین و یکم در ادامه بهتون میگم. من دوتا رو استفاده اصلا نمیکنم و تکنان رو که SMG بعدی که تکنانه رو بیشتر استفاده میکنم، ولی امیکسلاین رو خیلی کم. امیکسلاین رو اکسن نداشتم که هر اکسن که بهیم بده. امپول این سیزن خیلی قوی شده، بذارش کامل اکسن اشتراک دو نفره از جهتون استفاده میکنیم که اتچمنت گذاشته خب این اتچمنت اصلی نقطه زنه، قشنگ نقطه رو میزنه. از پوزیشن نگاه کنید خیلی قویه نگاه. این هم تکناینه که تکناین هم من استفاده نمی کنم، اتچمنت نداشتم براش، ولی این سیزن واقعا باف شده خیلی، یعنی بافتارش خیلی کم. اول امیکسلاین بعد تکناین اسمجی این سیزن تیزینا هم این چیزا خوبه، ولی دیگه 3 تا SMG تو بتل نمیشه که دوراتشون باشه، واقعا خیلی زیاده. ولی این تیزینا نمیتونن استفاده کنن، خیلی گانه قویه این سیزن، همه سیزنا قویه. و این سیزن اسناک لبلو قوی تر از دیگه، یعنی یه سیزن لبلو قوی تر، یه سیزن دیگه سیزن قبل دیگه قوی تر بود، سیزن قبلش دوباره لبلی. من لبلی زیاد استفاده نمیکنم، الان میلتی استفاده میکنم. میلتی ریل استفاده نمیکنم، بتل لبلی استفاده میکنم و این اتچمنتش خیلی ضعیفی. این 118 که اشتباه بود خیلی بیشتر اشتباه شد. یهو میره اتچمنت رو عوض میکنه، نمیدونم چرا واقعا. این باید اصلیه رو بکنم. تو هم برداریم این، نه مونولوتیک سوپرستور. خب این اتچمنت 117 خیلی چیز خفنیه، رنج زن نقطه زن خیلی قویه، یعنی واقعا قویه. لودات برتر این سیزن هم همین گانا بودن. اگه خواستین لودات برتر مولتی هم براتون بذارم تو کامنت ها بگین. 2 تا ویدیو میخوام بذارم، یه دونه لودات برتر مولتی، یه دونه برای بررسی اکانتم. هر کدومو زودتر خواستین تو کامنت ها بگین و هر کدوم بیشتر بودش تو کامنت ها بگین. خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظ.